به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. این وایس بیشتر جهت معرفی این کتاب هستش. امیدوارم که خوشتون بیاد و برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. کتاب یوگای رویا و خواب تبتی، نویسنده تنزین وانیگال رینوچه، مترجم علی زارعی سلطانی و انتشارات اختر در سال 1400 این کتاب رو چاپ کرده. موضوع کتاب هم در حوزه کتاب‌های ورزش، یوگا و کتاب‌های ادیان هستش. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب رو مختصر با همدیگه ورق بزنیم. تنزین وانیگال رینوچه در کتاب یوگای رویا و خواب تبتی با ارائه تمریناتی خاص موجب بروز شادی، نشاط و آزادی در حالت بیداری و رویای شما خواهد شد. این اثر شیوه‌های قدرتمندی را به شما می‌آموزد تا در طی مسیر به سوی رهایی پیش بروید. ما 1/3 زندگیمان را در خواب صفر می‌گذرانیم. مهم نیست چه کار می‌کنیم، کار با تقوا، به دور از تقوا، چه قاتل باشیم یا یک قدیس، راهب یا باده‌گسار، هر روز به طور یکسان به پایان می‌رسد. ما چشمانمان را می‌بندیم و درون تاریکی می‌رویم. حتی هر چیزی که می‌دانیم ناپدید می‌شود. بعد از مدتی تصاویر ظاهر می‌گردند و احساساتمان نیز به وجود می‌آیند. ما دوباره در جهان به ظاهر نامحدود رویا وجود می‌یابیم. وقتی ما تمرینات یوگای خواب و رویا را انجام می‌دهیم، بخشی از یک دودمان دور و دراز می‌شویم. مرد و زن قرنها این تمرینات را انجام دادند. با همان شک‌ها و موانع مشابه ما روبرو شدند و آنها نیز همان منافع یکسانی را که ما داشتیم دریافت کردند. بیشتر لاماهای سطح بالا و یوگی‌های با تجربه تمرینات یوگای خواب و رویای مقدماتی را انجام دادند و از طریق آنها به ادراک دست یافتند. موضوع اصلی کتاب یوگای رویا و خواب تبتی این است که از طریق تمرین می توانیم طی هر لحظه از زندگیمان آگاهی بزرگتری را در خودمان پرورش دهیم. اگر چنین کنیم، آزادی و انعطاف پذیری به طور پیوسته افزایش می‌یابد و ما کمتر تحت تاثیر دلمشغولی‌ها و مزاحمت‌های معمول واقع می‌شویم. ما یک حضور واضح و پایدار را پرورش می‌دهیم که به ما اجازه می‌دهد تا با مهارت بیشتر درباره رویدادهای به وجود آمده واکنش‌های مثبت را انتخاب کنیم. واکنش‌هایی که بهترین منفعت را برای دیگران و سفر معنوی خودمان دارند. سرانجام ما یک آگاهی پیوسته‌ای را در خود پرورش می‌دهیم که به ما اجازه می‌دهد تا طی رویا و همچنین زمان بیداری آگاهی کاملمان را حفظ کنیم. بعد ما قادر می‌شویم تا به پدیده رویا در راهی مثبت و خلاق واکنش نشان دهیم و می‌توانیم در حالت رویا به تمرینات متفاوتمان تحقق بخشیم. وقتی به طور کامل این ظرفیت را در خودمان رشد دادیم، پی خواهیم برد که هم در رویا و هم در بیداری با وضوح و آسودگی بیشتری زندگی خواهیم کرد و همچنین خودمان را برای دستیابی به رهایی در حالت میانی بعد از مرگ آماده می‌کنیم. یک راهنمای مفصل برای استفاده در زندگی شبانه برای بیداری، محرک افکار، الهام بخش و روشن، استفان لایر در مورد این کتاب این نکته مثبت رو اضافه کرده.
این توضیح از تمرینات رویا و خواب یک پنجره‌ای به روی کل تعالیم تنتره و دزوکچن تبت است. من به شدت مجذوب این اثر شدم چون قدرتمند و زیبا ارائه شده است. مارتی لاونتال. روشن کننده ترین کتابی که تا به امروز در مورد این موضوع نوشته شده است و بسیار واضح و دقیق است. روش‌های قدرتمند برای پیشرفت در مسیر رهایی. اگر به مطالعه درباره یوگا و دین بودای تبتی علاقه‌مند هستید، این کتاب برای شماست. اما با نویسنده تنزین وانگیال رینپوچه بیشتر آشنا بشین. او یک لاما از سنت بنت تبت است که اکنون در چارلوتسویل در ویرجینیا سکونت دارد. تنزین وانگیال رینپوچه بنیانگذار و مدیر مؤسسه لیگ مینچاست، سازمانی که خودش را وقف مطالعه و تمرین تعالیم سنت بن کرده. بعد از اینکه والدین او در اثر حمله چین به هند رفتند، او در آمیرتسار هند متولد شد و از آموزگاران بودایی و بن تعالیم را دریافت کرد و به درجه گش نائل شد، بالاترین درجه علمی در فرهنگ سنتی تبت. او از سال 1991 در امریکا بوده و به طرز وسیع در اروپا و امریکا به تدریس و تعلیم می‌پردازد. بیشتر مردم در غرب وقتی درباره احساساتی که برچسب منفی خوردند چیزهایی میشنوند ناراحت میشوند، اما خود آن احساسات منفی نیستند. همه احساسات برای وجود انسان لازم هستند، شامل احساسات وابستگی، خشم، غرور، حسادت و غیره. بدون احساسات ما نمیتوانیم زندگی کاملی داشته باشیم. هرچند زمانی که احساسات باعث شوند ما خشمگین شویم و نتوانیم عمیق‌ترین جنبه‌های وجودمان را لمس کنیم، منفی هستند. اگر ما در برابر آنها واکنش‌هایی مثل بیزاری و حرص نشان دهیم، آنها منفی هستند. چون در این صورت ما از تنگی و انقباض هوشیاری و هویتمان رنج میبریم. بعد بذرهای شرایط منفی آینده را میبینیم که ما را در قلمروهای رنج گرفتار کرده، هم در این زندگی و هم در زندگی‌های پیش رویمان، جایی که در آن سفر معنوی غیر ممکن است و این نتیجه وقتی با یک هویت گسترده مقایسه می شود منفی است و به خصوص وقتی با رهایی از همه چیز مقایسه می شود. به همین دلیل مهم است تا درباره قلمروها تنها به عنوان احساسات فکر نکنیم، بلکه به آنها به عنوان 6 بعد از هوشیاری و تجربه فکر کنیم. میان احساسات تفاوت‌های آموزشی وجود دارد. برای مثال، ترس و غم اغلب در آموزه‌ها ذکر نمی‌شوند. در عین حال بیشتر سمساره با این دو پوشیده شده و مفهوم نفرت از خود برای تبتی‌ها بیگانه است و واژه‌ای هم برای بیان آن ندارند. وقتی من به فنلاند رفتم، مردم زیادی با من درباره افسردگی صحبت می‌کردند، اما این مورد در ایتالیایی‌ها کمتر دیده می‌شد. اقلیم، مذهب، سنت و سیستم‌های باور معنوی در تجاربمان تأثیر دارند، اما مکانیسم اساسی درباره اینکه ما چقدر گیر کرده ایم، حرص و بیزاری، طرح‌ریزی و تعامل دوگانه با آنچه که طرح کرده ایم در هر جایی مشابه است. این همان چیز منفی است که ما در تجارب احساساتی داریم. در یک گفته معروف تبتی میگوید به منظور از بین بردن شک درباره صلاحیت آموزه، دودمان و تاریخ آن را باید شرح داد. بنابراین من این کتاب را با یک داستان کوتاهی
از زندگیم آغاز می کنم. مدتی بعد از اینکه تبت توسط چین تصرف شد و والدینم از تبت خارج شدند، من به دنیا آمدم. شرایط سخت بود و والدینم من را در یک پانسیون شبانه روزی مسیحی گذاشتند، جایی که امیدوار بودند از من محافظت شود. پدرم یک لامای بودایی بود. مادرم یک تمرین کننده از سنت بن بود. مدتی بعد پدرم درگذشت. سرانجام مادرم دوباره با یک لامای بن ازدواج کرد. مادرم و آن مرد هر دو آرزو داشتند که من در فرهنگ خودمان زندگی کنم و وقتی 10 ساله شدم من را به یک صومعه بن در دولانچی هند فرستادند و من نیز یک راهب شدم. بعد از مدتی زندگی در صومعه من توسط لوپون آموزگار اسقف سانگیه تنزین رینوچه به عنوان تناسخ کیو نکتول ریپونچه شناخته شدم. یک عالم، آموزگار معنوی، نویسنده و استاد مدیتیشن مشهور و نامی. او یک ستاره شناس مشهور بود و در تبت غربی و شمال هند به عنوان رام کننده ارواح مهاجم شناخته شده بود. او بعدها نیز به عنوان یک شفا دهنده با توانایی‌های حیرت انگیز شناخته شد. یکی از بانیان او یک پادشاه محلی از هیماچال در شمال هند بود. این پادشاه و همسرش نمی توانستند بچه دار شوند. آنها از کینوکتول رینوچه درخواست کمک کردند که او نیز پذیرفت. فرزندی که آنها به دنیا آوردند همکنون وزیر ارشد هیماچال پرادش ویر باردوست. چرا ماده نمیتواند آگاهی را تجربه کند؟ وقتی خورشید در غروب پایین می رود، ما می گوییم تاریکی به وجود آمده است. این تیرگی تنها از دید مشاهده کننده است. فضا همیشه پاک و فراگیر است. فضا در هنگام طلوع و غروب تغییر نمی کند. فضای تیره و فضای نور وجود ندارد. این تیرگی با نور تنها از دید ناظر ادراک کننده است. برای مشاهده کننده تاریکی در فضا اتفاق می افتد، اما روی فضا تأثیری ندارد. وقتی چراغ آگاهی روشن می شود، فضای کنزی برای ما روشن می شود. اما کنزی هرگز تاریک نیست. تاریکی نتیجه ای از تیرگی هاست. آگاهی ما در تیرگی ذهن فرد جاهل گیر کرده است. جوهر هر دوی ذهن و ماده کنزی یا آگاهی است. پس چرا ماده فاقد آگاهی است؟ چرا موجودات درک کننده مثل انسان می توانند روشن ضمیر و آگاه شوند ولی ماده نمی تواند؟ ما این را با یک کریستال و یک توده ای از زغال توضیح می دهیم که در آن کریستال نماینده ذهن بوده و زغال نماینده ماده می باشد. وقتی خورشید منبع آگاهی می درخشد، با اینکه زغال در معرض نور است، نمی تواند آن نور را منعکس کند، چون زغال ذاتاً فاقد این ظرفیت می باشد. همانطور که ماده فاقد ظرفیت تابندگی از آگاهی ذاتی است. اما وقتی نور خورشید به کریستال می رسد، آن نور را منعکس می کند، چون این ظرفیت ذاتی را دارد. این ماهیت آن است. این ظرفیت به عنوان نمایشی از رنگ‌های مختلف آشکار می شود. به طور مشابه موجودات با قدرت ادراک ظرفیت آگاهی و روشنضمیری ذاتی دارند. ذهن یک موجود درک کننده، موجودی که تجربه ادراک دارد، نور آگاهی ازلی را منعکس می کند. امیدوارم که این معرفی کوتاه رو از این کتاب دوست داشته باشید و اگر خوشتون اومد برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.